سلام و صد درود. خوش اومدید. امروز اومدم که دفتر رو یکم بهتون معرفی کنم و نشون بدم. با من بیایید همراه باشید. اول از همه اینجا قناری رو داریم، موتور نازم. اینجا این دیواره رو داریم. این مدت 1 سال خورده این دیوار کامپوزیتی خالی بود. بعد تصمیم گرفتم که خب این صفحه فتوشاپ رو روش اجرا کنم و وسطش خدماتم رو معرفی کنم. بیا جلو. اینا رو از جلوتر بگیر. اینا رو دونه دونه همه رو با کاتر پلاتر دونه دونه برش دادم و هیچ کدومش چاپ نیست. خیلی زمان برد و خیلی دوستش دارم. تنها تیکه‌ای که چاپ کردم همین یه تیکه‌شه. آره بیاید. بچه‌ها خوش اومدید. بفرمایید داخل. بفرمایید. خوش اومدید. خب اینجا فضای مغازه رو داریم که به این صورته. این پشت Great things take time. خیلی چیز مهمیه. چیزای خوب زمان میبره. پس عجله نکنید هیچ موقع تو کارتون. چیز خوب زمان میبره. این پشت فضای کارگاهمونه. حالا میپرسید موتور این وسط چیکار میکنه؟ این موتور اون یکی موتور همه که چند روز پیش باشه تصادفی داشتم. زیرشو اینجا این رینگش هم بگیم. رینگشو حالا صحنه تصادفم ویدیو براتون میذارم ببینید عشق کنید. اینجا فضای کارگاهی مونه که پروژه ها اینجا همه انجام میشه. یکم دیگه نامرتبه دیگه، ببخشید دیگه فضای کارگاه. اونورم حالا فقط دست کاتر پلاتر اینجاستش. بقیه دستگاه ها یه جای دیگه است. حالا میخواستم که دستگاه لیزرم بیارم اینجا ولی یه ذره دست و پامو میگرفت دیگه مجبورن یک جای دیگه دارم. ولی دفتر اصلی اینجا هستش. ممنون که با من بودید. امیدوارم که بتونم ویدیو بیشتر براتون بذارم از پروژه‌ای که انجام میدم در طول پروژه و جوری که انجام میشه و اینا رو بتونم بیشتر براتون ویدیو بذارم. مرسی که با من همراه بودید.